شما ساکن ایرانی؟ بله. من از شما خواهش کردم، قسمت دادم کمک کن پیداش کن. من نمیدونم. برید، خداحافظ شما. شما بهش مجوز ساخت میدین یا نمیدین؟ لا اله الا الله. شما به حرف من درست گوش نمی‌کنید. فیلمنامه یه سری اصلاحات داره. آقا تو رو خدا ما رو اذیت نکن. اگه می‌خوای رد کنی همین الان بگو. فرقشو من تشخیص میدم. خاطر نه دیگه نشنیدی. دیوید نمیشه؟ نه آقا نمیشه. چند بار بگم نمیشه. خانم چی بگیم دست از سرمون بردارین؟ مگه من به تو نمیگم مؤدب باش؟ اصلا بر فرض محال میگم من حجاب نداشتم. مگه ماشین حریم خصوصی نیست؟ کی گفته ماشین حریم خصوصیه؟ ببین میخوای این سگو بدم بهت ببری جای سگ خودت نگه داری؟